سلام از نازی و عزیزی که آمدی تا این ویدیو را ببینی. این ویدیوی قشنگ از روزهای اول سال نو یعنی سال 1405 هست. البته که در یوتیوب از ما فعالیت مداوم طبیعت اینا نیست، ولی چون واقعا منظره قشنگی بود دوست داشتم که یکی از عادت ها یا بگم که اشتباهات سالهای گذشته خودم با شما شریک کنم که دوست ندارم در سال آینده زیاد تکرار شود. او هم این هست که من حس مسئولیت پذیری من نسبت به زندگی دیگران، نسبت به عزیزانم خیلی بیشتر بود و همیشه یعنی میتونستم بگم که از خودم بیشتر به اونا فکر میکردم و امسال یعنی تصمیم دارم که این عادت ما تغییر بدم و با تمام وجود تمام مسئولیت زندگی خودم فقط و فقط از خودم به دوش بگیرم، چون من مسئول فقط زندگی خودم هستم. ای که بعد از 80 سالگی یا بعد از چندین سال بعد دیگه پشیمانی نداشته باشم و تنها کسی که باید واقعا راضی باشه خودم هستم و با این پی بردم که ما نمیتونیم هیچ وقت زندگی و سرنوشت دیگر را تغییر بدیم.